این خانه از نام یک صاحبکار وطن دوست، ملت دوست، انسان دوست برای شما تحفه. این مادر 3 سال می شود با 4 فرزند در ان همین شرایط زندگی دارد. حاضر ما برای مادر یک سورپریز داریم. برای ادامه برنامه را دیدن یک لحظه توجه میکنیم به سرپرستان برنامه. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و اینچنین طبابت گیمری در شهر مسکو. تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس. شما میتوانید خود حاضر فرمایش دین. تحویل به تمام شهرهای روسیه و اینچنین به تاجیکستان وطن عزیزمان به شهر دوشنبه. یکی از نماینده‌های شرکت زیارت شاپ برادر عبدالله. بله. امروز ما با شما شاهد یک کاری انسان دوستانه میگردیم که در اول کمی غمگین و در آخر خرسند خواهیم شد. یک مادری که با 4 فرزند، 2 اینها بیمار هستند، در یک شرایط بسیار وزین زندگی دارند. بیاین اول از حاضره زندگی مادری که طول چند سال شد در ان همین شرایط زندگی کرده ایستاده است آگاهی پیدا میکنیم، بعدا میبینیم. رفتیم. بینندگان عزیز، شرایطی که شما الحال دیدید، مادر 3 سال می شود با 4 فرزند در ان همین شرایط زندگی دارد. بسیار خانه نمناک، خنک، ایسا حتی از پتالوک ها آب چکیده ایستاده است. خیلی دیدین شرایط خانه که حالا در همینجا جا کردگان مادر 3 سال می شود در همین احوال زندگی کرده است. باز ما برای مادر یک سورپریز داریم. مادر جان، این چیزی که در خانه تون هست همش بمونین بسته. یگون چیزی را نگیرین. این فرزندکو را حاضر میگیریم یک جویه با شما میرویم یک جای دیگر. گیره نکنین. گیره نکنین. با دقت تماشا کنین. حفا جان، خونه چی خیلی است؟ خونه بسیار زیبا، بسیار خوش.
شروع با حشمت. معقول شده؟ معقول کمی است. بسیار خونه خوش، بسیار خونه زیبا. خانه کام نیست، خانه شما. این خانه از نام یک صاحبکار وطن دوست، ملت دوست، انسان دوست برای شما تحفه. این کلید خانه، این حجتای خانه و خاطر همین فرزندکات و خاطر ختان همین خانه برای شما تحفه شده است. کام جان هزار رحمت کلام با صاحبکاری که مورد بدت معیوب مون. هزار رحمت کلام که مورد دستگیری کردن. ما تا امروز در یک جایی بودیم که خیلی شرایط یکم چی شرایط نداشت. هزار رحمت کلام خداوند برکت این دنیا و دنیا را بتاش پروردگار. کام جان دیگه خسندید چی گفتن من نمیدونم. خداوند چی مراد مقصد در دل دارین با مراد مقصداتو برسین. صاحبکاری وطنی کدامی که باشد خداوند بهشت جاودان نصیبش بگردونه. خدا جان چی مراد مقصدی که در دل دارین مراد مقصدتون حاصل بگردونه خدایا. آمین آمین. تقوا جان بهر صاحبکاری وطنی که امروزها صدها عائله ها را با همین خانه ها تامین میکند و بیماری ها را برده طبابت میگیراند، یک دعا میکردین در حقشان. همه امروز صاحبکارا را با مراد مقصدشون رسانه و آن کسانی را او دستگیری میکنند خدا جاشون را جنت بده. خدا عمری به برکت شد تا خدا دستی کم نبینین. تشکر، بسیار منتظر هستیم. خدا پدر عزیز است. خداوند برکتتون بده. خانه خداوند نصیبتون بکنه. خوشا با جوانی که امروز دست چنین شخصیت ها را میگیرند، اونها به شما نه تنها یک خانه، امنیت، امید و آینده را تحفه کرده هستند. شخصیتی هست که اپا جان هزارها عائله ها را شد امروزها دستگیری میکند. بسیار محتاجا را شد دستگیری میکند. خداوند برکتش دهد. صاحبکار وطنی هرچند که نامش را هم نمیگوییم، از همه بینندگان خواهش و طلب میکنیم که همیشه در حقش دعا کنین که هر کسی که باشد خداوند سعادت دنیا و آخرت را نصیبش گرداند. در این لحظه های دشوار بهر مادرای ما، بهر برادرای ما، بهر این قدر ملت ما ایستاده است. این شخصیت را همیشه در حقش دعا میکنیم. این دادره که ما معیوب است، سال 19 ساله می شود، 19 ساله می شود، معیوب است. این خواهرک منم کسل است. اکثریت مردم نوارشون در شبکه اجتماعی دیدگی هستند. دعا میکنیم خداوند اینا را هم شفای کامل عاجل نصیب گرداند. باز یک دخترک دیگر دارن، 4 تا فرزند. همین مادر شرایطی که نو الحال شما تماشا کردین در همون شرایط نگاهبین میکردن همین ها را. ما باور کنین از تن این عائله بسیار خوشحال شدم. صاحبکارای ما امروز خوشبختی خود را فقط در کمک دیگران میبینند. وقتی که یک عائله را خرسندی و خوشبختیش میبینی، او وقت اونها در این لحظه خوشبخت هستند، خرسند هستند، چون که همین مالی را که دادیان به دیگران داده ایستادند. هرچند کمک به دیگران کردن میگیرد، خداوند همین قدر مالشون از زیاد کردن میگیرد. خداوند صف چنین جوان مردان را زیاد کند که هزارها عائله های دیگر را باز همین دستگیری و کمک بکنند. من بهر این مردان خدا یک شعر آماده کردم که دائم زمزمه میکنم. این مرد خدا و افتخار ملت است، دارای خلق نیک و صاحب دنیای عزت است. یا رب ورا جهان رزق عنایت نموده ای، از درگه رضایت در به سویش گشاده ای. دستگیر فقیران و یتیمان ملت است، او درز راه کبر و منی ها و ذلت است. قرآن در دست و بر راه تو با شب قدم زند، دنیای بی سوادی ها به خلقش به هم زند. بار دیگر اظهار منتداری میکنیم از تن خود و از تن انا همین عائله
به این صاحبکاری وطنی. خداوند در کسب کارتان برکت عطا کند، عمری با برکت نصیبتان کند، دنیا و آخرتتان را الله آباد کند. میندار هستیم. اکای امید جان باور کنین ای خرسندی را دیگه در هیجان هستم که چه خیلی مینداری خودم بیان کنم به همین صاحبکاری وطنی. تا روزی که در قید حیات هستم خودم تا فرزندم در هر نمازی که 5 وقت نمازی که هست در حقش دعاگو میشم. خداوند برکت این دنیا را ای آخرت، خداوند آخرت چه مردک آباد کنه، بهشت جاودان نصیبش بگردونه که ما را امروز به کودکای معیوب به کودکای کسلی امروز دستگیری کرد، همچون پدر در بر ما راست ایستاد. خداوند برکت دنیا و آخرت نصیبش بگردونه. تشکر.